الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. وبعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان نهایت عزیز، خواهران و برادران مسلمان، موضوع امروز ما در رابطه به بزرگداشت مقام زن در اسلام هست. اسلام آمد و در جایگاه زن، در مقام زن، به نهایت تغییرات و تحولات را ایجاد کرد. قوانین زشت جاهلیت را از بین بود و گام‌های بسیار مؤثر برای رفع تبعیض و بالا بردن مقام زن برداشت. اسلام تمام حقوق انسانی و اجتماعی را که مرد از او برخوردار هست به زنان مقرر کرد و حتی بالاتر. وظایف زن و مرد در اسلام عزیز ما بر یک اساس که اساس زن بودن و مرد بودن است مشخص نشده، بلکه بر اساس فطرت، خلقت، ساختمان جسمانی و روحی زن و مرد وظایفشان تعیین شده. الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم به عنوان یک قاعده و قانون به همه بشریت بیان میکنه و میفرماید: یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. ای مردم، ما شما را از مرد و زن آفریدیم و جعلناکم شعوبا و قبائل، و بعد گردانیدیم شما را به شاخه ها تقسیم کردیم و به قبیله ها. لتعارفوا، برای مقصد این که شما شناخته شوید و همدیگرتان را بشناسید. اما اساس چیست؟ نزد الله سبحانه و تعالی: ان اکرمکم عند الله اتقاکم. قطعاً که گرامی‌ترین شما و با عزت‌ترین شما نزد الله سبحانه و تعالی با تقواترین شما هست. معیار برتری را الله تبارک و تعالی تقوا ذکر کرده، نه جنسیت و قومیت. اسلام بیان نمود که مرد مسئول، نگهبان و حافظ زن خود است و این از خود حکمات بسیار زیادی دارد. از جمله مرد دارای نیروی جسمانی و عقلی کاملتری هست که در مقابل مشکلات و سختی ها میتونه که مقاومت بیشتری داشته باشه و صبر میکنه و احساسات عاطفی خود را کنترل میکنه. از این لحاظ الله سبحانه و تعالی مرد را مسئول و حافظ زن قرار داد تا از زن خود دفاع کنه و بر همسران خود انفاق و خرج کنه. البته این بر همه شوهران و مردان فرض است، لازم است که باید نفقه همسرانشان را پیدا کنه. از چی؟ از دسترنج خود. به هر صورتی که میخواین پیدا کنن، از راه حلال کسب درآمد کنن و این کار آسانی نیست. این از خود نیرو و قوت بیشتری کار داره که این در وجود مردان وجود داره و بود که الله سبحانه و تعالی این وظیفه را بر دوش مردان گذاشت. البته در پهلوی آن در مورد مسئولیت پذیری و انجام مسئولیت زن با مرد کاملا برابر است و از دیدگاه اسلام زن میتونه به طور مستقیم خرید فروش کنه، حق تملک داشته باشه و در دیگر معاملات میتونه که مشارکت داشته باشه. از این جمله ما مثالهای بسیار بارزی داریم در اسلام عزیز ما که شفا در زمان حضرت عمر ابن خطاب رضی الله عنه
به عنوان ناظر و مراقب امور بازار یا شاروال تعیین میشه. همچنین خدیجه دختر خویلد همسر رسول الله صلی الله علیه و سلم تاجره توانا و امثال این ما مثالهای بسیار دیگری داریم در اسلام عزیز ما که صحابیات و زنان پر افتخار اسلام و تمام وظایف را بر دوش داشتند و در هر عرصه از خود یک سهم بارزی داشتند. از دیگر نشانه های بزرگداشت مقام زن در اسلام آموختن علم و دانش است. آموختن علم و دانش بر مرد و زن فرض است و لازم است. اما در اسلام عزیز ما خصوصا بر زنان تاکید زیادی صورت گرفته و با اهمیت دانسته شده. زنان باید علم و دانش را بیاموزند. از ابی سعید خدری رضی الله عنه روایت شده که زنان به پیامبر صلی الله علیه و سلم پیشنهاد کردند این شوق و علاقه و رغبت زنان را نسبت به آموختن علم و دانش نشان میده که یا رسول الله مردان از ما بیشتر از محضر مبارک شما استفاده میکنند و یک روز را به ما مشخص کو معین کو که در روز به ما آموزش بدید. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هم یک روز را برشان مشخص میکنه و زنان در روز جمع میشدن و پیامبر صلی الله علیه و سلم برشان سخنرانی میکرد و دستورات لازم را میداد. از این جمله یکی از مطالبی که رسول الله صلی الله علیه و سلم برای زنان میگفت این بود که هر زنی از شما که 3 کودک یا فرزند خود را از دست بده، او فرزندانش در روز آخرت یک حجاب واقع میشه و پرده میشه در مقابل آتش جهنم. و زنی سوال کرد یا رسول الله اگر کسی 2 فرزند خود را از دست بده آیا این چنین میشه؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود اگر 2 تا باشه همچنین است. یعنی او یک پرده و حجاب واقع میشه میان او زن و آتش جهنم. دی هم رسول الله صلی الله علیه و سلم یک نوع مقام و جایگاه مادران را ذکر میکنه. و در صحیح البخاری ما یک عنوان مستقل داریم به نام باب هل یجعل للنساء یوم علی هدف العلم. قرآن مجید زنان را در کنار مردان توصیف کرده و تعریف میکنه و ذکر میکنه. الله سبحانه و تعالی میفرماید ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. در اخیر پروردگار پاداش بسیار بزرگی را ذکر میکنه که الله تبارک و تعالی آماده کرده، مهیا کرده به همه اصناف از مردان و زنان بخشش بسیار بزرگ و اجر عظیم که همان جنت است. خب دوستان نهایت عزیز، ان شاء الله در برنامه بعدی هم ما در مورد حقوق زنان و جایگاه و مقام زنان از نگاه اسلام و قرآن صحبت های خواهد داشتیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.